آقای دلشاد آقای دلشاد خوبی؟ خوبی دکتر جان والله تشکر آقای سلطانی کربلای سلطانی دیگه واقعا دست درد نکنه زحمت کشه سلام علیکم کربلایی زای محترم خوبی امان جوره بخیری قبول باشه از زیاره بیش همین گل تک واز نگی قبول نمیشه آره گل رو پرت دکتر آره خوب بسیار دوست دکتر خدا ما یه کارهای لازم رو بده دکتر نه دیگه مو بیش وروی خانه پدر تو نامزادم شده وشم تبریک بگی پسه ویش جدا خب جای نیه دکتر خوبیه دوستا از اینجا بسیار خاطره داریم خیلی وقتا بود که همینجا میمادی خانه آقای سلطان دیره مندشنی زوار مرم نه؟ من گل زواره دیگه آره مندشنی زوار مرم یعنی گل زواره قد دوستا نموگیم کیه خوب سلام دوستای عزیز بله آقای محبی عزیز چیه گولی او دیره مندشنی زوار مرم نه؟ یعنی گل زواره دیگه آره مندشنی زوار مرم یعنی گل زواره قد دوستا نموگیم کیه این در دکان آقای محبی هستم دوستای عزیز اگر خواستید نقره باب خریداری کنید انواع و اقسام نقره باب در غجور لامان دوستای عزیز میبینید دیگه چی دیکوری جور کرده ماشاءالله آقای محبی خیلی مصرف هم کرده خوب دیکور هم جور کرده هر نوع گول هم بخوای آقای محبی داره نه؟ دیل آدم بخی تازه هم شو بخدا این دیگه ما مندشنی زوار مرم زوار از ایرانم ده ساعت موعد هم که قدره ماشاءالله واقعا همیتر دیکور عینگای دودی تشکر آقای محبی عزیز زنده باشی این محترم گوشی موشی بیش امیر واقعا سلام علیکم کربلایی زای محترم خوبی امان جوره بخیری قبول باشه از زیاره بیش همین گل تک واز نگی قبول نمیشه آره گل رو پرت دکتر آره خوب بسیار دوست دکتر خدا ما یه کارهای لازم رو بده دکتر نه دیگه مو بیش وروی خانه پدر تو نامزادم شده وشم تبریک بگی پسه ویش جدا خب آقای سلطانی عزیز زیارت ها قبول باشه ان سلامت باشید زنده باشید بسیار خوشم الحمدلله سلامتی بخیر و وقت خوش خبر ننی که می والا چی عرض کنم دیگه خواستی آقای دلشاد خبر کردش دیگه دیگه امروز خبر کردم ما را اما دمازی که خبر کرد ما حرکت کردم دیگه سلامت باشید گرچه تلفن هم کردم خدا وکیلی تلفن دروغ نشد والا اینجا از ما نمیفهمم خوشبختانه بگیم یا متاسفانه این تلفن صحیح کار نه اگرچه از یک لیاز خوشبختانه خب که مصرف کم از یک لیاز مثلا دوستا که نمیاد دیگه مشکل است جای تاسف واقعا دیگه خب خیلی خوشم دین سلام خدمت بیننده های عزیز ان شاء الله خوب و خوش باشین دکتر صاحب بخیر تشریف آورده بعد از مدت‌های خیلی زیاد موفق شدیم که بینگرنیم دکتر صاحب را همچنان آقای دلشاد بسیار خوشم دین الله تشریف بیارین خانه زنده باشی آقای سلطانی دیگه از سفر رو بخیر اومدی سلامت باش زنده باش دکتر صاحب عزیز بود دیگه دور خود دیگه تشکری برد دکتر برو دکتر تو برو تو برو دکتر توی دقیقش نشو سلامت باشید یعنی هم دوستا قلای آقای سلطانی ها بله واقعا خوب جای نیه دکتر خوبیه دوستا از اینجا بسیار خاطره داریم خیلی وقتا بود که همینجا میمادی خانه آقای سلطانی دیگه بریم دیگه
ما کم دیر رسیدیم. آقای دلشاد آقای دلشاد خوبی؟ خوبی دکتر جان والله تشکر آقای سلطانی کربلای سلطانی دیگه واقعا دست درد نکنه زحمت کشیده. دکتر صاحب علمی یک لغمنان در کوچه فقیری از مو بسیار خوش آمدین. سلامت باشی. تیم داره دکتر زنده باشی. واقعا خیلی دست درد نکنه. آقای سلطانی خیلی ولول دیدید. نه دکتر صاحب یک مراسم داشت یک بسپو کشتادی. خدا قبول کنه. بازمی اصلاح وطنیش کمی ایشکم بیزی من داده. یعنی مثل کنجره لوبیا و چی پختک بدیم شاید میره نصیب شده در یک جای باشه. تشکر والله خیلی زحمت کشیدین والله مو هم کسی بیخبر ما دی مقصد دستشم در نکنه خیلی زحمت کشیده آقای سلطانی. مرسی بگر شما مشکل کردید. آره زنده باشی سلامت باشی. آقای استاد اینمی اصل اصلیه. اصل اصلیه ایره والله از چیز امی رفیق میکسته فرم اصل داره دهیرات. ره بسیار یک طعم و بوی خاص هم داره. آقای استاد تو دوربینه بگرد ما ایره شو کنم که چی رقم دوستای عزیز دیگه این اصل که اصلی طبیعیه ببینیم که امروی امجاد معلومش نه که مزهش چی رقمه هم مزهش که خوبه ها نه چیشی هم کیفیت که اصاب مصاب نرمال نه اصل اصلی دیگه اینال طریقه استفادهش هم بلدهش نشو بدی نه آره اصل اصلی دوستای عزیز این که هم یک قاشق رو که میته که بلگدید فوری دمنه و بجوش نه لا میره یعنی رقم باز آقای استاد شور بدی نه؟ آره باز شور بدی باز دیره بخوری رقمش تو بلده پیله باید رنگش خوب شه خیره تو شو کن است بلده خوب نه پیله باز باید یک جای بخوری آره خیره این دیگه دوایه نه؟ آره دوایه اصل اصلی دوستای عزیز دوایه بلده هر چیز دوایه چای سوز هم که ده یا چی مزم چای سوز هم خود چه دوایه نه؟ این اصل هم که بلش اضافه آردیش طبیعیه تقریبا اینمی اما جون یک نیم کیلویه یعنی 500 گرم آره 500 گرم بازینی هم که چای سوز تو دمی دور بسیار عالیه خیلی خوبه در هتل بندامیر هم که آدم این هتل دوستای عزیز بندامیره در غجور رومان اگر کسایی هم که خواسته باشه باید در این مسیر از لین ششفر که ما دید اولین هتل اینمیه دیگه دست راست بعد از او آقچه میشه ترکمن میشه فلان میشه دینگ و پینگ میشه هم چیزا شروع میشه دیگه خیلی خوب شد ما یک پله بلده خود هم بیرون یک پله بلده خود هم بیرون کمی یک تامو چی میگی؟ نه چوی اول شو کو خوب سه نه خوردم اصلا نه بازی اصل رو نخورده شاید خورده شی ولی این اصل ما زیرون آورده 3-4 او زیرون آورده دیم جان از زیرون 4 بسته آورده هم دویش خود میزدم دوی دیگه خانوالا رو کنم بخورش ما پارسال هم جان 100 کیلو زیرون آورده و قدمو میشی نه او هم خوبش بود بعد اصل نبود اینی قاشوق هم جان یعنی خوب اصلی اصلی دیگه اون اصل اصلی مفید نمیشه مثل لباری چیز بود ولی از رنگلویش بد نیه بعد اصلاک ما سین قدر مثل سنگ ولی محکم نه این اصل باید محکم نباشه این سیستم باشه یعنی قاشق داشت مثل جدید نمونه باز اصلا نه این دیگه همین اصلی بسیار فوق‌العاده قویه یه مرافق ما که هسته فرمش داره دیرات باز خوبه اینه دانج بستش نه که باز محکمش نه لونش نه خیلی همین فشار بدی باز
صحیح بسیار عالی. خیلی خوب شد. امو جان مزهش سگ چی رقمه؟ مزهش کردیم نداریم. آره مزهش کم. صد بس است. اگه شما پیش است یک چای خورده اینجا. ها؟ بعد یک نماز. نه بازی چیز چای اصلی. تو که ما نماز میخوانیم درم. خدا قبول کنه. خدا قبول کنه. بسیار خوبه. من درش کاکای خوبی جان دو جوره بخیر. مگر تو خطرناک نفر. ابی نماز در وقت چی کدام بخونه خیلی مزه میده نه؟ بسیار خوب. در وقت که ما قوتل داری دیگه اون سر چاشت که الله اکبر میگه مردم میگه چای نان میگه. آره. اون زمان خو نمیشه. نه. مجبور کارای خرچم کردم بعد از این خاص. یک آره. خیلی مهمه این نمازه. نه نماز خیلی مهمه. بولا چطوری؟ بخیری؟ بیدارجان سر لوبیا دیگه لوبیای کمرخان عجب لوبیا از او چیزا کپسولیه؟ آره لوبیای کپسولی نه؟ لوبیای از سید آباد آوردم از وطنی ولی خوب لوبیای